بچه ها، من اومدم با یه کالاف ببینم چند تا جعبه دارم. اومدم تو اینونتوریم باز کنم. اومدم که باز کنم دیدم یا خدا کلی جعبه دارم. حالا این از اولیش. اوه اوکی، بازم داره یه دوتا مونده. اینم از این. بچه ها یه چیزم بهتون بگم، من تقریبا RUS رو گرفتم. خب تقریبا دیگه واقعا این جعبه ها هم باز کنن دیگه تمومه، گرفتمش تقریبا. حالا این دوتا هم باز میکنیم. این اسکین رو من دوست دارم بگیرم. اوپن نداد. یه بار دیگه همین اسکین رو میزنیم. تو رو خدا بازم نداد. ولی حالا اینا ایسویال گیرز فورتنایت دیل رو من ترجیح میدم. باز شد دیگه. اوکی، آسوال رو ترجیح میدم. آسوال ایسوال چیه؟ اینو ترجیح میدم. اینم این گانای جدیدم فکر کنم تو این سیزن. اینا رو فعلا باز نمی کنم، میخوام برم سراغ این. کدوم خوبه؟ این اوکیه. و بعدش این اوکی. و حالا میریم سراغ اینا. اول این دوتا رو باز کنیم. اوکی، دوباره 3 تا جعبه داد. اینا هم باز میکنیم. سیو ده. آها ای بابا این چه شانسیه. خب بابا اندازه همونا رو این گان جدید متیکر میدادی. بله حالا بریم ببینیم چقدر شد. اینا هم باز. اوکی 3 تا از اینا هم باز داریم. اوه پازل 117 رو داد. پازل ها اینجا هم یه ذره باز کنیم. نه این نه ببخشید. این چی مونده؟ خب اینم چیزی نداریم. خب دوستان امیدوارم از این جعبه باز کردن خوشتون اومده باشه. البته ویدیو خاصی نبود چون من تازه شروع کردم به یوتیوب، همین دارم کم کم ویدیو اینطوری میذارم. یادتون نره کانال منو سابسکرایب کنید و لایک و اینا یادتون نره. تا ویدیو کالاف و چیزای بعدی فعلا خدا حافظ.